وقتی خواستیم با هستی حرف بزنیم، صدایی برگشت که اصلاً انسانی نبود. صدایی که از اعماق تاریکی می آمد، پر از رمز و راز. انگار که خود جهان داشت با ما صحبت می کرد، اما نه به زبانی که ما می فهمیدیم. این صدا، پر از ابهام و ترس، ما را به فکر فرو برد. آیا این صدای یک موجود بیگانه بود؟ یا شاید چیزی فراتر از درک ما؟ صدایی که هرگز پیش از این نشنیده بودیم. صدایی که به نظر می رسید از دل کهکشان‌ها می آید. این صدا، مثل یک زمزمه دور، ما را به دنیای ناشناخته می برد. دنیایی که پر از سوالات بی پاسخ بود. هر لحظه که می گذشت، این صدا قوی‌تر و واضح‌تر می شد، تا جایی که دیگر نمی توانستیم از آن فرار کنیم. صدایی که مثل یک سایه همیشه با ما بود، حتی در روشنایی روز. مردم خوابیدن، ولی بیدار نمیشن. انگار که در یک خواب عمیق و بی پایان فرو رفتند. خیابانها خالی از هر جنب جوش و خانه‌ها پر از سکوت. هیچ صدایی از زندگی به گوش نمی رسد. این سکوت سنگین و ترسناک است. آیا این یک خواب است یا یک واقعیت تلخ؟ سکوتی که مثل یک پرده سنگین بر روی شهر افتاده است. هیچ صدایی از پرندگان، هیچ صدایی از باد، فقط سکوت. سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شود و ما را در خود فرو می برد. در این سکوت تنها صدایی که می شنویم صدای نفسهای خودمان است. صدایی که به ما یادآوری می کند که هنوز زنده ایم، اما در چه دنیایی؟ دنیایی که پر از ترس و ابهام است. نور نهایی هنوز اینجاست و داره نگاهمون میکنه. این نور مثل یک چشم بیدار در تاریکی، همه چیز را زیر نظر دارد. هر حرکت ما، هر نفس ما تحت نظر این نور است. آیا این نور یک ناظر بی‌طرف است یا یک قاضی بی‌رحم؟ ما نمیدانیم. فقط میدانیم که این نور هنوز اینجاست و ما را ترک نکرده است. نوری که مثل یک شعله جاودان در دل تاریکی می‌درخشد. نوری که به ما یادآوری می‌کند که همیشه چیزی یا کسی هست که ما را می‌بیند. نوری که شاید تنها امید ما در این تاریکی بی پایان باشد. اما این نور هر لحظه بیشتر و بیشتر به ما نزدیک می‌شود. انگار که می‌خواهد ما را ببلعد. نوری که به جای امید، ترس و وحشت را در دل ما می‌کارد. نوری که هر لحظه بیشتر و بیشتر به ما نزدیک می شود تا جایی که دیگر نمی توانیم از آن فرار کنیم. نوری که مثل یک سایه همیشه با ماست، حتی در روشنایی روز.